خب سوال دیگر، سبب در چی باشد که یک شخص را جینخوانی میکنند با بعد چند وقت باز به حالت اوله برمیگردد؟ اکی این برادرای عزیز نفرهایی را که جینخوانی میکنند و با بیمار میشوند، اینجا از دو جهت است. اگر همو بیمار رعایه کنه، رعایه به معنای که وقتی که او را پرهیزش میکنن، مقصد میگه ای شوگردی پرهیز، ای تلویزیون تماشا کنی پرهیز، ای توی ها اشتراک کردن پرهیز. بین از جاهایی که مثال رقص و بازی ای پرهیز، یعنی وقتی پرهیزش میکنن، همو پرهیز وقتی که میشکنه با دویم باره شدنش امکان داره، برای که جن ها از همین حالت ها بسیار سوء استفاده میکنن. ولی صورت دیمش می شود که اگر آدم سخت رعایه هم کند و بیمار شود، این حساب جینخوان است. یعنی جینخوان که مقصد همو گویم امکانیتش همون قدر است، یعنی تأثیرش همون قدر است، برای که جینخوان حقانی نیست. او جینخوانی که مقصد دایم خودشا پاک نگاه می‌دارد، دایم رعایه میکند، دایم مقصد در یاد خدا هست، انشاءالله او جین ای ترسی همون جینخانه، خیلی که امام احمد حنبل ما حکایه کرده بودم که پاپشیاش آورده بودن، ای ترسی همون را هیچ وقت دیگه در بیمار وارد نمیشه، میگه حاضر وارد شم، با میه مقصد پیش میکند، خیلی از زیان ضرر درد میبینه. برای همین مادامی که همون خودش که ایتا به تقوا باشد، خودش که اگر همیشه جینخانی سرسرکی و خسکی باشد، با بیمار دویم باره بیمار شدنش ممکنه. سوال دیگر، وسواس شدن در نماز را دعوایش چی است بابا جان؟ یعنی در درون نماز برادرای عزیز، در درون نماز وقتی آدم وسواس می شود، یعنی دعوای ای چیه؟ اگر دعوای وسواس برادرای عزیز، ایرا با عقیده و با اراده مبارزه میبری. یعنی کسی که اگر به شرط وسواس است، یعنی وسواس است که همین بعضی آدما را بی‌حاضر میگم من همین زن ما با فکرم طلاق کردگیم، همین گپ تماما از ذهنش دور نمیرود. یا اینکه میگه که همین تنه ما خیلی بو میکنه، یا همین لباس ما بینماز است، یا در یک روز 10 بار بازی میکنه. همین را بدونین، شما بدونین که همین وسواس است، یعنی همین کار شیطان است. بر او فقط برادر عزیز با ذکر با عبادت مبارزه برده می شود. یعنی دائم در گوشکاتون رقیه گوش کنین، پای به طهارت، هر روز چند قوت داری قرآن بخون. ببینین از ذکرهایی که هست، مثال 100 بار استغفرالله، 100 بار لا اله الا الله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. فقط این شیطان این جین شما با همین ذکرها، با قرآن خواندن، با همین میتونین که ضعیفش کنین، میتونین به قوتش کنین، میتونین که مثال دلگیرش کنین و بعد اختان دور شود. همین راه های حل شد برادر عزیز، این دیگر یگان راه حل ندارد. بعد همون بچه هایی که اگر داخان های خوب باشد، نفس های ناز داشته باشند، بچه های با تقوا باشند، اونها را آورده هم باید از اونها هم استفاده کنید، اونها هم باید شما را بخوانند. این طرف ذکرهای خودت، این طرف خواندن اوها انشاءالله برای شما کمک میکنند.